سلام و نور به روی ماهتون دوستای عزیزم. امروز میخوایم با هم دیگه یه ژاکت شیسلی ببافیم. قبل از شروع بافت من نخش رو معرفی میکنم بهتون. من از نخ ناکو سلطان استفاده کردم. یه کانوای 150 گرمیه که 480 متر متراژ نخشه. روی باندرولش گفته که از قلاب بین 3 تا 5 میتونید استفاده کنید که من اومدم به خاطر اینکه میخوام کارم لخت بشه و یه مقدار خودشو بندازه از سایز قلاب 5 استفاده کردم، 5 میلیمتر. برای شروع بچه‌ها یه توضیح بهتون بدم. ما باید 2 تا موتیف ببافیم، 2 تا موتیف 6 ضلعی ببافیم. خب و اینکه تا کجا ببافیم و بعد از اینکه آموزش اولیه رو بهتون گفتم توی مانکن نشون میدم و بهتون میگم که بافت باید تا کجا ادامه پیدا کنه که بعد بریم سراغ مرحله بعدی کارمون. برای شروع در ضمن میتونید از انواع نخ‌هایی که خودتون میدونید استفاده کنید. اگر میخواین کارتون گرم باشه از نخ‌های ضخیم‌تر که درصدی پشم داره میتونید استفاده کنید، از نخ ساده اسپورت و اینا همه کاملا سلیقه‌ایه. میزان نخی هم که استفاده شده من 4 تا ناکو سلطان گرفتم و در آخر بهتون میگم که چقدر کانوا استفاده شده بچه‌ها. برای شروع من میخوام کارم رو با زنجیره شروع کنم. میتونید از حلقه جادویی استفاده کنید به شرط اینکه حسابی محکم کاری کنید که بعدا بر اثر شستشو در نره. ولی اگه میخواین یه کار محکمی داشته باشین کارتون رو با همون زنجیره شروع کنید. من یه دونه گره روی قلاب میزنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. ابتدا و انتهای زنجیره ها رو با یه دونه بست به هم اتصال میدم. حالا داخل حلقه ای که به وجود اومده من میخوام بقیه بافتم رو ادامه بدم. بچه من یه ذره زوم کنم و بهتر. خب اینطوری شما بهتر دیدتون بهتره. خب ببینید حالا برای شروع کار اینجا اولا که بگم من میخوام از بافت پایه های بلند کشیده استفاده کنم که بهتون میگم که به چه صورت بافت میزنم. حالا شما میتونید از بافت پایه بلند استفاده کنید، اینم کاملا سلیقه‌ایه. اگه میخواین بافتتون یه مقدار منسجم تر باشه، سفت تر باشه، بیاین و از پایه های بلند استفاده کنید. اگر میخواین کارتون یه مقدار لخت تر باشه و بیاین از پایه های بلند کشیده یا 3 مرحله استفاده کنید. من حلقه رو که درست کردم یه دونه زنجیره میزنم. حالا اگر که میخواین پایه بلند بزنید پایه اولو بیاین و 3 تا زنجیره بزنید. اگه میخواین پایه های بلند کشیده بزنید 4 تا زنجیره. من خودم از زنجیره استفاده نمی کنم. اگر که میتونید از این پایه استفاده کنید بچه‌ها، اگر نه 4 تا زنجیره بزنید در صورتی که میخواین پایه های کشیده بزنید. خب ببینید من یه زنجیره زدم، انگشتمو میذارم روی قلاب، میپیچونم سمت خودم نخو. ببینید یه دونه نخ دیگه اینجا ایجاد شد روی قلاب. حالا میرم داخل حلقم و مثل پایه بلند نخو میکشم میارم بیرون. پایه بلند 2 تا نخ اولو همیشه میگیریم و کور میکنیم. توی پایه های کشیده یه نخ اولو یه بار میگیریم، 2 تا نخ بعدی یه بار، 2 تا نخ بعدی یه بار. پایه از پایه بلند یه مقدار کشیده تر و بلندتر میشه. یه بار دیگه من بهتون میگم. ببینید مثل پایه بلند تا این مرحله پیش میریم. ما 3 تا نخ که به وجود اومد ایجاد شد، نخ حلقه اولو یه بار، 2 حلقه بعدی یه بار، 2 حلقه بعدی یه بار. یه بار دیگه میگم که خوب دقت کنید. ببینید 3 تا نخ داریم. نخ اول یه بار کور میشه، 2 نخ بعدی یه بار، 2 نخ بعدی یه بار. به این صورت ما پایه های بلندی داریم که یه مقدار کشیده تر از پایه های بلند معمولی مونه. خب حالا اینجا ببینید ما اینجا میخوایم توی همین رج اول 6 تا قسمت، 6 تا دسته داشته باشیم، 6 تا دسته های 3 تایی داشته باشیم. خب حالا ما میایم 2 تا زنجیره میزنیم، دوباره میایم یه دسته 3 تایی دیگه پایه بلند کشیده میبافیم. 1 2 و 3. این کار رو ادامه میدیم انقدر که داخل حلقمون
6 تا دسته ستایی داشته باشیم. خب ببینید بچه ها، ما اینجا 1 2 3 4 5 6 تا دسته ستایی پایه بلند کشیده داریم. حالا میخوایم 2 تا زنجیره آخر رو ببافیم و اتصال بدیم به اولین پایه‌ای که داشتیم. حالا اگه با 4 تا زنجیره شروع کردین به 4مین زنجیره، اگر با پایه بلند معمولی بافتید به 3مین زنجیره. حالا اینا رو دیگه خودتون بافتتون رو میدونید چی دارین میبافین. ما این قسمت آخر رو میایم به جای 2 تا زنجیره 1 زنجیره میزنیم. حالا میخوایم بافت رو طوری به هم اتصال بدیم که روی بافتمون به هیچ عنوان خط درز نیفته برای زیبایی بهتر کارمون. خب حالا ما این زنجیره بعدی رو همزمان هم میبافیم هم اتصال میدیم. دیگه ما به جای زنجیره اینجا میخوایم از یه پایه متوسط استفاده کنیم. نخ و دور قلاب میپیچیم، میریم بالای اولین پایه‌ای که بافته بودیم، یا اگه با زنجیره شروع کرده بودید که روی 4مین زنجیره. گندمیشو میگیریم، نخو میاریم بیرون، پایه متوسطمون رو میبافیم. اینجا همزمان ما هم زنجیره دوم رو زدیم، هم کار رو به هم اتصال دادیم. با این تکنیک بچه‌ها موقعی که کارتون تموم بشه، این الان پشت کار منه و هنوز تمیزکاریاشم انجام ندادم. شما اگر دقت کنید هیچ خط درزی رو ما این دور تا دور نداریم. پس با این تکنیک شما یک کار تمیزتر و حرفه‌ای‌تر رو در نهایت خواهید داشت. خب حالا شروع بافتمون به چه صورته؟ ما اینجا میخوایم حالا رج دوممون رو ببافیم. رج دوم رجیه که حاشیه‌های بافتمون، یعنی کنج‌های بافتمون، گوشه‌های بافتمون شکل میگیره. اینجا ما میایم داخل همین قسمتی که ما پایه متوسط زدیم و فضایی که ایجاد شد یه زنجیره میزنیم و شروع میکنیم به پایه هامون رو زدن. سه تا پایه اولمون رو اینجا میزنیم، 2 و 3. 3 تا پایه بلندمون، حالا یا بلند کشیده هرچی که بافتید میزنید، یه دونه زنجیره میزنید، میری تو فضای بعدی. تو فضای زنجیره بعدی میایم، چون گفتم این رجیه که ما کنج بافتمون شکل میگیره، میایم توی این فضا 2 تا دسته میبافیم. 2 تا دسته، من فکر کنم پایه بلند بافتم بچه، بذار من اینو تصحیحش کنم. فکر کنم حواسم نبود پایه بلند بافتم. من باید تمام بافت رو پایه بلند کشیده ببافم. خب ببینید ما توی این فضا میایم و چه کار میکنیم؟ گوشه رو میبافیم. 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند. حالا اینجا یه دونه زنجیره میزنیم، میریم تو فضای بعدی، دوباره 3 تا پایه بلند کشیده. حالا اگه من یه موقع حواسم نبود گفتم پایه بلند، بدونید که بافت من با همون پایه های بلند کشیده است بچه. دوباره 3 تا پایه بلند کشیده، 2 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند کشیده دیگه تو این فضا، دوباره یه دونه زنجیره و تمام فضاهایی که داریم به همین صورت ما میخوایم 6 تا کنج داشته باشیم. پس میایم توی هر فضای زنجیره 3 پایه بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند. فاصله های وسط این گوشه هم یه دونه زنجیره هست. اینو میبافم تا برسم به قسمت آخر. خب بچه ها ببینید من اومدم و تمام دسته های دوتاییمو بافتم. این اولیه فقط یه دونه دسته بود. خب اینجا یه دونه زنجیره میزنم، حالا کنارش میام یه دسته ستایی دیگه میبافم که اینم بشه جفت، یعنی 2 تا دسته بشه که یه گوشه دیگه همونو شکل بده. یه دونه زنجیره میزنم، حالا میام با استفاده از یه دونه پایه متوسط دوباره اینجا اتصال میدم به بالای اولین گندمی که دارم. خب یه پایه متوسط میزنم، یه زنجیره میزنم. اینجا ببینید الان ما داخل تمام فضاهای زنجیره 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند، همون پایه بلند کشیده که ما بینشونم یه دونه تک زنجیره هست. پس ما از اینجا که حساب کنیم 1 2 3 4 5 6 تا کنج ما داریم. خب بچه‌ها ببینید اینجا همونطوری که توی پارت قبلی بهتون توضیح دادم ما 6 تا کنج داریم. حالا
ادامه بافت به این صورته که ما دوباره توی همین فضایی که الان ما آمدیم اینجا پایه متوسطمون رو زدیم، برمیگردیم مثل رج قبل توی همین فضا بافتمون رو انجام میدیم. ببینید بچه‌ها، ما اینجا توی گوشه ها گوشه رو میزنیم، ما بین گوشه ها میایم ببینید دسته های ستایی میبافیم. الان اینجا من میام و 3 تا پایه بلند کشیدم و میبافم. 1 2 و 3. خب وقتی که رجم تموم شد، 3 تای بعدی رو 3 تایی که باید بزنم که اینجا کنجم تشکیل بشه رو اون موقع میام میزنم. الان همین 3 تا رو میزنم، یه زنجیر فاصله بینشون. اینجا فضایی که بین 2 تا کنجمه، 2 تا گوشمه، اینجا زیر فضای تک زنجیره که داشتم میام و فقط یه دونه دسته 3 تایی میبافم. 1 2 و 3. دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میام توی کنج که رسیدم دوباره کنجو تکرار میکنم، یعنی 3 تا پایه بلند کشیدم و میزنم، 2 تا زنجیره. فقط توی کنجه که ما 2 تا زنجیره میزنیم، بقیه بافت هر جا که بافت داشتیم یه دونه زنجیره میزنیم بچه‌ها. دوباره 3 تا. حالا یه دونه زنجیره میزنیم، ما بین فضاهای کنجمون یه دونه تک زنجیره داشتیم، زیر اون میایم فقط یه دونه دسته 3 تایی ما پایه بلند کشیده میبافیم. اینم سومیش. پس این بافت رو تا انتهای رج، الان ببینید من اینجا یه زنجیره میزنم، دوباره اینجا کنجم رو تکرار میکنم، ما بین کنج یه دسته 3 تایی و همین بافت رو ادامه میدم تا برسم به انتهای رجم. خب ببینید بچه‌ها، این رج رو من بافتم، رسیدم دوباره به قسمت آخر. اینجا ما یه دسته داشتیم، یه دسته 3 تایی. حالا میایم توی همین فضا یه دسته 3 تایی دیگه میبافیم که این کنجمون هم کامل بشه. 2 و 3. دوباره با همون تکنیکی که بهتون گفتم یه زنجیره میزنم با یه دونه پایه متوسط روی اولین گندمی که داشتم. ببینید کار اتصال رو انجام میدم. حالا میام همینجا تو همین فضایی که شکل گرفته رج بعدی رو شروع میکنم، یعنی 3 تا پایه بلند کشیدم و میبافم. حالا ببینید یه دونه زنجیره. حالا اینجا ما بین کنجامون 2 تا فضا تشکیل شده. حالا یه دسته 3 تایی اینجا میبافم، یه زنجیره، یه دسته 3 تایی هم اینجا. حالا هر رجی که میبافیم همینطوری یه دسته 3 تایی اضافه میشه به بافتمون که ما میایم به همین صورت هی اضافه میکنیم بهش. دوباره یه زنجیره میرسیم به کنج و کنج همین بافت رو ادامه میدیم، یعنی 3 تا پایه بلند کشیده، 2 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند کشیده. ضلع بافت رو هم که همینطوری که داریم میبینید، ما هر رجی که میریم بالا، الان ببینید اینجا یه دونه بوده، اینجا 2 تا بوده، ببینید اینجا 3 تا میشه، رج بعد 4 تا میشه، رج بعد 5 تا میشه و به همین صورت هی بافت ما اضافه میشه تا جایی که ما میخوایم بافتمون رو ادامه بدیم. خب بافت ما به همین راحتیه بچه ها. این بافت ادامه پیدا میکنه تا یه نکته‌ای که بهتون بگم، اگر یه مقدار میبینید کارتون یه ذره یه حالتی صاف نیست و یه مقدار چی میخوره، این کاملا عادیه و باید اینطوری بشه. و نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، اجازه بدید من یه ذره ببرم دورتر. خب ببینید، برای این بافت ژاکت ما یکی از ضلع هامون رو ببینید بچه‌ها، یکی از اضلاع بافتمون رو الان اینو ببینید، ما اینو میندازیم رو هم، این میشه قسمت آستین ما. حالا از این وسط اینجا که شروع کار ما بود، اینجا میشه زیر بغل ما بچه‌ها. ببینید این میشه آستینمون، این میشه زیر بغلمون و
این قسمتی که پایینه یکیش میشه سمت جلوی لباس ما، یکیش میشه سمت پشت لباس ما. خب اینم که آستینه، این قسمت بافت اینجا میشه حلقه زیر بغل. ببینید این قسمت دقیقاً زیر بغلمون و میشه پایین آستینمون، اینجا میشه بالای آستینمون و قسمت سرشانمون. خب حالا باید این قسمت رو بیاین و با 3 تا مارکر، با 3 تا 4 تا مارکر یا نخ موقتاً اتصال بدید، توی تنتون پروف کنید و ببینید که گشادی که میخواین رو بهتون میده یا نه. بعد اگر که میخواستین گشادتر بشه بافت رو اضافه میکنید، در غیر این صورت میاین و میایم سراغ قسمت‌های بعدی بافتمون. پس ما به یه جایی که بافتمون رسید باید گشادیش که دیدیم گشادی هستش که تو تنمون پروف میکنیم، یعنی این قسمت آستین رو دستمون میکنیم و میبینیم که این قسمت میفته تا روی سرشانه، اینم آستین. از این قسمت وارد بدنمون میکنیم، میبینیم که گشادی که میخواد، چون یه حالت آستین کیمانوی بچه‌ها جذب نیست، ببینید که گشادی که میخواد بهتون میده یا نه. تا اندازه‌ای که دیدید گشادی مناسبه، کارو اشکالی نداره اگر که دیدید آستین مثلا یه مقدار کوتاه‌تره، چون گشادی مورد نظر رو که بهمون داد ما بعداً میایم آستین رو اضافه میکنیم، یا قسمت پشت بافت رو که حتما باید اضافه کنیم به خاطر اون قسمت پشت یقه، و قسمت جلو هم اگر کم بود ما میایم بهش چند رج اضافه میکنیم و جلوی لباس رو اضافه میکنیم. پس اون جای نگرانی نداره، ما الان باید تا جایی ببافیم که گشادی لباس رو بهمون بده. ببینید بچه ها اینجا یه مقدار نور کمه، ولی من با این حال روی مانکن خواستم بهتون نشون بدم که یه موقعی براتون رفع ابهام بشه. ببینید این سرشانه است، این قسمت جلوه، اینجا همونطور که بهتون گفتم ببینید من با 3 تا نخ این قسمت‌هایی که در نظر گرفتم برای آستین گذاشتم که حالا مانکنم آستین نداره ولی با این حال کاملا مشخصه. ببینید این قسمتی که بهتون گفتم، اینجا گفتم قسمتی که شروع کردیم گفتم میشه زیر بغل. خب شما توی تنتون به همین صورت که من دارم بهتون نشون میدم، به همین صورت اینو پروش کنید، اینو قشنگ بیزای روی سرشانه. ببینید اگر گشادی میخواین چقدر باشه، یه حالت آستین کیمانوئه. خب اگر میخوایم گشادیش کمتر باشه ابی نداره، کمتر میگیرید، بعد دوباره میایم قسمت جلو رو اضافه میکنیم. قسمت پشتم که به خاطر اینکه یه دونه میبافیم اینجا، اون یکی رو میبافیم این طرف، موتیفامونو از قسمت پشت، این قسمت پشت گردن رو ما باید اضافه کنیم. حالا میتونیم از بافت خودش اضافه کنیم، میتونیم از بافت خودش موتیف ببافیم، یا اصلا موتیف مدل دیگه، موتیف گل ببافیم بزنیم، این سلیقه. حالا اونایی که از نخای اسپورت استفاده نمی‌کنن میتونن از این تکنیک هم استفاده کنید، موتیفای دیگه ببافید و اون قسمت پشت رو موتیف بزنید، یا از بافت خودتون استفاده کنید. بعد اگه خواستید که قد لباس رو اضافه کنید، بعد از اینکه 2 تا قسمت موتیفا رو هر دو طرف رو به هم اتصال دادین، جلو رو اضافه میکنید، پایین رو هم اضافه میکنید. اگه دیدید که آستینتون میخواد بلندتر بشه، آستینم بعد از اتصال میاین چند ردیف دور تا دور آستینتون رو هم اضافه میکنید. ببینید به این صورت، نگاه کنید روی مانکن، ببینید وقتی که میپوشید به این صورت میشه، یعنی اینجا یه حالت کیمانو. پس گشادی کار رو در بیارین، بقیه بافت رو بهتون میگم که چه کار کنید.